دوست عزیزی در مورد پابجی پرسیدن که این گیم چطور هست. ببینید بازی های الکترونیکی، من از نگاه شرع نمیگم، از نگاه علمی امروز علمای خود غرب، علمای تربیت کودکان، تربیت نفسی کودکان میگن که این بازی ها برای کودکان مرگ است، مضر است و برای انسان های بزرگ ضیاع وقت است. ما گاهی اوقات میگیم والا اروپا پیشرفت کرده، آمریکا پیشرفت کرده، آلمان مثلا پیشرفت کرده. بابا جان، وقتی که آلمانیا داشتن مثلا ماشین فولکس واگن و آودی و مرسدس و اینا رو درست میکردن، ما مسلمان ها به نام پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره به جان هم دیگه افتاده بودیم. این میگفت که من فلان هستم، اون میگفت که من فلان، من برترم، اون میگفت من برترم. ما مشغول اینا شدیم، اونا رفتن مرسدس ساختن، فولکس واگن ساختن، اودی ساختن، اوپل ساختن، مارکایی که امروز در دنیا حرف اول رو میزنه. اونها شب و روز کار کردن و بچه مسلمان ما امروز میگه که والا فلان گیم زدن حکمش چی است، حلال است یا حرام است. بابا جان اصلا دین رو بگذار کنار. آیا شایسته یک جوان مسلمان است که امروز بشینه 1 ساعت 2 ساعت پای ویدیو گیم یا بازی‌های الکترونیکی وقت خودش رو ضایع بکنه یا کسب علم و دانش بکنه؟ امروز ما من بارها در برنامه گفتم، بازم تکرار میکنم، امروز اگر ملت ما در افغانستان شب و روز 24 ساعت کار بکنن، کارخانه های ما، مراکز علمی ما، دانشگاه های ما، مدارس ما 24 ساعته باشه، یعنی هر 8 ساعت ما دانشجوهای جدید بیاریم براشون تعلیم علوم و تکنولوژی و همه چیز، نه تنها علوم دینی، نه همه چیز، شاید 50 سال بعد، شاید میگم 50 سال بعد اگر امنیت و استقرار باشه مثلا به ژاپن برسیم. نه که وقت خودمون رو ضایع بکنیم به این که والا فلان گیم حکمش چی است و ضیاع وقت. ببینید در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هنوز پای فرزند آدم قدم بر نداشته که در روز محشر از 5 چیز میپرسن ازش. از 5 چیز میپرسن ازش. این 5 چیز رو جواب دادی، بقیهش سهل است. عمرتو در چی گذراندی؟ در گیم بازی، در لهو و لعب، در چی گذاشتی؟ تندرستی تو در کجا گذراندی؟ الان تندرست هستید، همه چیز میفاره به قول تاجیکا که هر کار بکنی. کوچکترین سردردی برات ایجاد بشه، نه مطالعه، نه علم، نه درس، هیچی برات لذت نداره. پس میگه تندرستی رو قبل از مرض انسان باید غنیمت بشماره. از پولی که به دست آوردی در چه راهی خرج کردی؟ از علمی که الله متعال این رو برای تو میسر کرد، عقل و هوش و فکر و ذکاوت داد که به تو علمی که به دست آوردی در چه راه خرجش کردی؟ از همه اینا پرسیده میشه از انسان. از وقت پرسیده میشه. مثالی بود در عربی میگفتن که وقت مانند طلا هست. بعدن کسی اومد گفت که وقت با ارزشتر از طلا هست. الان حدود 2 ساعت و خورده از وقت برنامه ما گذشته. می توانید این 1 ساعت رو برگردانید به عقب؟ ابداً. اما طلا رو از دست بدید دوباره میتونید به دست بیارید. کار کنید، زحمت بکشید، طلا رو به دست میارید. یا در عربی یک مثال هست میگه وقت مانند شمشیر است. اگر او رو نبرید او تو رو میبرد. و هر ثانیه از عمر ما که میگذرد برگشتنش با میلیون‌ها دلار، میلیاردها دلار امکان ندارد. پس وقتش رو انسان با بازی‌های الکترونیکی سپری کنه. بازی‌هایی که در او شرکیات نباشد، کفریات نباشد. مثلا بعضی بازی‌هاست مجبور هستی که مثلا در جای میرسی که باید خانه کعبه رو با موشک بزنی یا تجاوز باشه یا که مثلا کشتار مردم بیگناه باشه که این بس بعضی این تصاویر این انگیزه هایی رو برای انسان ها ایجاد میکنه. این چیزا نباشه، چیزای شرکی نباشه، کفری نباشه، این چیزا نباشه. گاهی اوقات انسان برای تفریح اگر انجام بده اشکالی ندارد، اما این که 24 ساعت بشین روی بازی، بعضی از این بازیایی که
یعنی ساعت ها میشینن بچه ها باش درگیر هستن. اینا حقیقتا ضیاع وقت است و از هر ثانیهش در پیش الله سبحانه و تعالی پاسخ خواهند.